سلام عزیزای دلم، من اومدم دوباره با یه آشپزی دیگه. امروز میخوام براتون سوپ شیر رو آموزش بدم با فوتوفنایی که تا حالا جایی نشنیدید. آماده اید؟ بریم با هم دیگه درستش کنیم. یک عدد پیاز بزرگمون رو نگینی خورد میکنیم، بعد 50 گرم براش کره اضافه میکنیم، میذاریم با کره تفت بخوره. پیازمون که یکم سبک شدن، هویجای نگینی خورد شده رو بهشون اضافه میکنید. میتونید رنده هم کنید با طرف درشتش، ولی من دوست دارم نگینی باشه، مزه‌ش در میشه. یکم هویجامون جا بیفتن، سبک بشن، بعد گارچا رو بهش اضافه میکنیم. شیر و کامش رو از گرم بذارین به دمای محیط برسه، تو یخچال نباشه، یادتون نره. لایک و کامنت فراموش نشه. نظرات خودتون رو برامون ارسال کنید. گارچامون رو خورد کردم، میتونید ریزم خورد کنید. میتونید جداگانه یه تفتی به گارچاتون بدید، ولی من نیاز نمیدونم اینجا با این مواد یکم سبکتر میشه خودش. گارچام یکم سبک شدن، جای پوست کندمون رو از گرم من پختمشون به موادمون اضافه میکنیم. دوست دارین غذای بعدی چی باشه؟ تو کامنت ها برام بنویسین تا براتون آموزشش رو بذارم. الان نمک و فلفل سیاه بهش اضافه میکنیم. میتونین یه تیکم مرغ بذارین توش با اینا بپزه، بعد ریشش کنیم، ولی من اینجا سینه مرغ باشه بهتره، ولی من اینجا از مرغ استفاده نکردم، به جاش از عصاره مرغ استفاده میکنم.
بهش اضافه میکنیم، آب زیاد بهش اضافه نمی کنیم چون میخوایم شیرم بهش اضافه کنیم. یکم آب اضافه میکنیم و میذاریم با این آب بپزه. الان اجازه میدیم جا بیفته. الان سوپ ما آبش کم مونده. من از قبل مرغ پخته شده داشتم، ریشش کردم، به موادم اضافه میکنم. یکم جعفری خرد شده دارم، اونم اضافه میکنم. خامه و شیر رو با هم مخلوطشون کردم، با همزن به همشون زدم. من آب سوپ رو کم میریزم، به جای 2 لیوان شیر 3 لیوان شیر میریزم. چون خوشمزه ترش میکنه. الان میذاریم سوپمون جا بیفته. تو این مرحله که به جوش اومد تون تون هم میزنیم تا نبره. عزیزای دلم، اگه میخواید سوپتون اصلا نبره میتونید 1 کاسه از مواد قارچ و هویجتون بردارین، بعد یکم هم بزنید تا سرد بشه، بعد خامه و شیر به هم زده رو با هم دیگه مخلوط کنید، بعد به قابلمه‌تون برگردونید و همش بزنید. اصلا نمیبره، فقط تون تون تو این مرحله هم بزنید. عزیزای دلم، سوپ ما آماده شد. امیدوارم درست کنید و در کنار خانواده لذتش رو ببرید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.